پروژه که از در مدت 10 ماه ما قرارداد زیر گرفتیم. بسیار زمستان که میشد بسیار طلای می بود. از سر منده تا مؤخر منده مردم اذیت بود. کالاش تعطیل میشد از اون خاطر. شپې کاله نه ده شپې کاله مې په دوبۍ کې کار کړی دی نو 4-5 کاله مې دلته وکړ زیات کار کړی. امروزانه کار که میکنه شبانه ما کار از این بهترش است که یک ذره کار سرعت بدن. سلام و درود انصار تک تک شما خوبان، امیدوار هستم خوب صحتمند و سرحال باشید. از هر گوشه دنیا که ما را بیننده هستید لباس عافیت به تن داشته باشید. ما عمران قیومی هستم و با یک گزارش ویژه دیگه در خدمت شما هستم. ما امروز آمدیم به یکی از بیروبارترین مناطق شهر کابل، به یکی از بازارهایی که همیشه وقت اینجا خرید فروش صورت میگیره. اینجا قسمی که شما میبینید در حال بازسازی است. فکر کنم حدوداً 10 الی 15 روز میشه که در حال بازسازی صورت گرفته. ما میریم امروز انجینر صاحبان چنان امروز دکانداران و همشهرهای عزیز ما صحبت‌های می داشته باشیم که این سرک چقدر بودجه مصرف کرده، چقدر وقت خواهد گرفت که به پایان برسه و همچنان چقدر سهولت ایجاد میکنه برای هموطنان ما. با ما باشید تا آخر برنامه را میریم امروز انجینر صاحب محترم صحبت‌های می داشته باشیم. بسم الله الرحمن الرحیم. این پروژه که از در مدت 10 ماه ما قرارداد زیر گرفتیم. همین کوچه‌های مندوی کابل، چون در وقت که بود بسیار اینجا وضعیت مردم هم خراب بود و نه جوی بود نه کدام چیزی بود. اگر از مارکت ها می آمد کلش زمین سرک یک جای میشد دیگه. به می خاطر اینجا قرارداد شما گرفتیم که دوباره بازسازی شود و رنگ رخ گفته یگانه بازار هم بکشیم. مثل که فروشگاه این طرف فروشگاه در قسمت فروشگاه سنگ فرشی شده و خود تنها بازم سنگای به حساب سیاست اونجا کار شده. اینجا دیگه ما گفتیم یکم رنگ رخش برای سنگ سفید هم کتش رنگ سفید هم کتش قطع کردیم. خب بسیار خوب. اینجا که است یکی از بیروبارترین مکان‌های کابل گفته میشه. اونجا بر کار بارتون مزاحمت نمیکنه. شما چقدر وقت در پلی از شما چقدر وقت میشه پروژه را گرفتین؟ والا اینجا خب اگر بگیم بازار بین المللی باید را بگیم، چون در اینجا 34 ولایت کس از اینجا به حساب مالای خودان از اینجا انتقال میتن. از خارج که ما اینجا مالامه دیگه را درک کردیم با دکاندارا با هم گفته یگان همسازی کردیم دیگه. اینا ما را درک میکنن ما اینا را درک یک کمک از دهام مردم است دیگه. از دهام مردم باز نمیتونیم که رکتشون چی کنیم، بازم کوشش میکنیم که ازدحام مردم کم شود. خب مگر ماشینری ما باز روزانه کار کردن نمیتونه و کارگرایی که مثلا داخل جوی می باشه سیمتمی و چیزا را میتونن ادامه بدن دیگه. در غیر از او باز ماشینری کار کردن نمیتونه. باز ماشینری از طرف شب کار میکنه یا ماشینری باز از طرف شفت شب و شبانه کار میکنه. خب این نفرای در جوی کار میکنن که روی دست کدام کاری که میشه از طرف روز است و کارهای ماشینری از طرف شب، یعنی به طور 24 ساعته ادامه داره. 24 ساعته ادامه داره که ان شاء الله با زودترین فرصت دیگه شما ببینید که یک کابل زیبای شود. ما ایره چند وقت پیش هم خدمت دوستا عرض کرده بودم در ویدیو قبلی، چنانچه که پیشرفت‌های بازسازی که داخل کابل می‌بینیم شاید حدود 10 ماه یا 1 سال آینده کابل به چهره جدید وارد شود. چهره جدید شما دیگه منتظرش باشین ان شاء الله می‌بینید نمایشگرش باشه. چقدر بودجه بالای از پروژه مصرف شده؟ با مقدار 53 میلیون افغانی تا به فعلا همین قراردادش امضا شده که 53 میلیون افغانی اجاره به قرارداد ما گرفتیم. و در مدت چقدر وقت خود ختم شد؟ ان شاء الله چیزی که اذن الله باشه دیگه. ما خود ما قراردادش کردیم ان شاء الله شاید از بیشتر زودتر ما خلاصش کنیم. و سنگ فرش که میکنین، سنگ فرشی بیروبار و ازدحام خیلی زیاد است. باز او را به کدام ترتیب خواهد سنگ فرش کردین که بازار مختلف نخود شود؟ ما یک نظر گرفتیم که فعلا گمیجویی که در وسط قرار دادیم دو طرف رو شده. یک طرف اگر ما کندنکاری را شروع کنیم، اولین مهمترین چیز ما که بود جوی بود، چون جویا را به این خاطر چی کردیم که همین هوا در داخل از اینجا بسیار باز ازدحام قوی میشد که شروع خود مستان هم داریم و او اینجا دن باشه بسیار مشکلش زیاد است دیگه. ما در یک نظر گرفتیم که اگر این طرف مثلا کار شروع کنیم اون طرف باز میمونیم که مردم رفت آمد خدا کنه. دوگانه این طرف باید بند باشه دیگه. باز امارات اسلامی هم کدام میره تایید کردن، شورولی کابل و ناحیه هم کدام تایید کردن که ما را چند جوی اینجا باز جور میشه؟ فقط این یک جوی از جوی مومی است که از دو طرف اوره و داخل از این جوی است
جویم طرف چی وصل میشه، طرف کوچی اول. خب از مکمل مندی دیگه در بر میگیری جو. مکمل مندی در بر میگیری. و ای سنگ فرش هم که میکنن شاید کوچه به کوچه نمیاد کوچه رو بند کنه سر که بازار نخود مختل شود سنگ فرشتون. اگه بازار مختل شود شاید بسیار یک ضربه کلان به اقتصاد بزنن. به اقتصاد مردم با تجارای ما کشور ما میخوره. دیگه ما رو مد نظر گرفتیم. مد نظر گرفتیم میشه. تقریبا خیلی دیگه یک 9 ماه دیگه از این پروژه باقی مونده دیگه 9 ماه بعد ان شاء الله دیگه ماندهی نو خود ببینیم. ماندهی نو ان شاء الله میبینیم بچه‌ی نو پیشریتون ظاهر خواهد. خب فعلا دوستای عزیز آمدیم امروز یک تن از دکاندارای مندوی کابل صحبت داشته باشیم که این پروژه برشون چقدر سهولت فراهم خواهد کرد. سلام علیکم. سلام علیکم برادر، خوب هستین؟ بخیر باشین، شما خوب هستین ان شاء الله؟ زنده و سلامت باشید. خسته خو نشدین طول روز؟ نه خسته نشید، بر ما بسیار خوب است که سرک جور میکنن. اما وقت زمستان که میشه کل جای کل جای آب میگیره، باران میشه، چی نداره مثلا جای داشته باش که آب بره، بسیار خوب است برای همین سوال ما فعلا میکردم که سرک چقدر براتون سهولت ایجاد میکنه و همچنان بازسازی دیگه که در کابل در حال جریان است، انقدر سرک‌ها و انقدر پروژه دیگه که در جریان است، شما کابل چند سال بعد چی پیش بینی میکنید؟ والا پیش بینی میکنم یک بسیار کابل که از هر جای مردم میای، از هر ولایت میای، بهترین کابل شهر کابل باشه، سرک‌هاش ولایت اسلامی بسیار خوش هستیم که سرک‌ها را جمع میکنن، همه جای که ساز میکنن که بخیر شهر کابل ما بهترین شهر کابل شود که مردم از جوان از هر جای بیای بازدید کنن، یک شهر دیدنی شود بخیر. شما چقدر وقت میشه در مندوی کابل هستین؟ یک 6 سال میشه که هستم اینجا. 6 سال دمیز دکان هستین؟ بله دکان. سالهای دیگه در زمستان و همچنان در بهار که بارش‌ها و ژاله‌ها یا برف شدیدی که میشد، این کوچه بسیار گلولای و بسیار وضعیتش خراب می بود. بسیار زمستان که میشد بسیار خط لای می بود. همین سر منده تا مؤخر منده مردم اذیت بود، کالا شتل میشد، از اون خاطر بسیار خوب است. حالا که دستم سرک جور کنه مردم زمستان باز خوبتر بهتر آدم برفته و گذار کرده میکنه. این بازسازی بر شما و همچنین بر مشتریاتون کدام مشکل خو ایجاد نمیکنه؟ مشکل ایجاد نکرده، از طرف شب کار میکنه، روزانه کار نمیکنه، باز 5 شام کار میکنه تا 3 شب 2 شب کار میکنه. خودش هم یک سهولت است که از طرف شب کار میکنه، چون از طرف روز بر شما کدام صدمه نرسه. برای مشتریان نشه، برای دکاندار نشه. بسیار زیاد تشکر شما. چیز پایم چیز گفتنی داشته باشین کمره ما در خدمتتون است. زنده باشید. یک گفتنی دارم که ان شاء الله که بخیر افغانستان پر از خوشی، پر از لبخند ما داشته باشه، یک زندگی خوش آرام داشته باشیم. بخیر. بسیار زیاد تشکر شما. زنده و سلامت باشید. وقت خوش. خیر است ان شاء الله. الحمدلله تخیل. البته څومره وخت کېږي تاسو مصروف یاستئ؟ یاره د 3 ورځې کېږي دلته موږ مصروف یو. کوم کار تاسو خپله مخته وړئ؟ موږ خپله نجاري مخته وړو، سیمتوي ان شاء الله کار ته کار روان دی. موږ نجاري چې وړو او نور کسان چې دي هغه سیمتوي کوي. د نجاري څومره تجربه لرئ تاسو څومره وخت په دې بخش کې کار کړی دی؟ یاره 6 کاله نه دی، 6 کاله مې په دبیا کې کار کړی دی او نو 4-5 کاله مې دلته موږ ته کار کړی. تقریبا خیلی لاس کره تجربه لرئ؟ لاس کړی ان شاء الله تجربه حاصل. تاسو دومره تجربه په نظر د استحکامات څومره وي؟ دا ان شاء الله ښه کار کوي او ډېر زیات کار کوي. په دې باندې ډېر کار نور هم پاتې دی. یعنی دا نه دی سیمټ د ځانه سل کاله ګرانټي لري، سل کلونه وروسته نه دی. نو ان شاء الله چې دا خروج وشي دا خلکو د بارم خدای ته دلته گاډي مړي درې خلک بزي او راځي او تمات پیدا راوام شته ورکی ان شاء الله دا بار فعلا چون که شما خودتان میبینین این سرک در حال بازسازی است ولی کم وقت میشه از این بازسازی ولی خیلی سریع روان هستن. این بر شما چقدر سهولت ایجاد میکنه؟ سهولت ایجاد زیاد میکنه. فعلا به ما بسیار ضرر کرده که از کاروبار انداخته ما. فعلا چی رقم از کاروبار؟ فعلا کار ما
در صفر است. ما هم روی چند تا از دکاندارای دیگه همچون انجینر ازی صحبت کردیم. از خاطر از اینکه کار شما مختل نشه از طرف شو اونا ماشینری خودشون کار میکنن، سرک بند نمیکنن و فعلا فقط چند انجینرایی که کارهای دستیشان است اینجا کار میکنن، میگن که باش که مشتری‌ها اینجا راحت رفت آمد کرده بتونن چون که کار شما مختل نشه. ما از طرف صبح میایم تا 5 بجه ما دکان قلف میکنیم، از طرف شب کار، از طرف شب ما میبینیم تو کار نمیکنه. این روزانه کار که میکنه، شبانه ما کار از این غیر یک سمتا که بندازن دیگه کار از طرف شب کار زیاد نیست. ما 5 بجه دیگر دکان قلف میشه. 5 بجه دیگر قلف میکنن. 5 بجه دیگر دکان قلف میشه. فعلا از خاطر از کار 5 بجه قلف میکنن یا همیشه همین 5 بجه تا میکنن؟ خاطر کار بدون از 8 بجه 7 بجه دکان واس میشه. حالا به خاطر این کاروبار 5 بجه دیگر که دکان قلف عموما قلف میشه. فعلا تقریبا 20 روز از آغاز از این پروژه شده. به نظر خودت در 20 روز کدام پیشرفت نکردن؟ فعلا از کارگرشون زیاد کرد، کار جدی گرفتن. اولای کار بسیار تون کار میکنه. دکاندارا جمع شدن که کار جدی به سایه تجارتی است، باید هر چه عاجل کار زودتر خلاص شه. ما ضرر میبینم. این دیگه پروژه کابل و دیگه سرکای عمومی تقریبا در 12 ماه یا 22 ماه پروژهشون میگرفتن، در 22 ماه پروژهشون خلاص میکرد. ولی اینجا که یک جای تجاری است گفتن در 9 ماه یا 10 ماه پروژه از تکمیل میشه. این خودش یک سهولت است بر شما. سهولت است که نفر کارمند زیادتر نه نومون پیشتر زودتر خلاص میشه. زیاد کار زیادتر نیست که کارمند فعلا زیاد نشد، کار زودتر خلاص شه. اسمم حبیب است، سلالا یکی از فروشنده های مندهی هستم. حبیب جان چقدر وقت میشه شما در اینجا فروشندگی میکنن؟ در اینجا یک 3 سال بیادر میشه. چی را میفروشند این طول 3 از سال؟ ما توکای پنجابی فروخته میشه، مترکی هم است و سوتکی هم است. چطور است کاروبارتان؟ حالا شکر از دیگه از پیش کرده سابق کرده ضعیفتر شده است بازارا. خب آدم دیگه امید به خدا داریم. یک چیز چالش داره. آره توکل به خدا، چالش نداشته کجا باید ما میباشیم، ما میریم دیگه. گفتم اینجا سر که باز دکاندارا گام میزنیم بسیار مینولن، مگرم ببین روز به روز مالشون نام خدا زیادتر شده میره. نه دیگه کسی که ناشکر از خدا خود نمیباشه، باز بنده ناشکر از خداوند دوست نداره. هر کس که شکر همیشه از خداوند بگه، کاش همو بنده خداوند بگم ترقی میکنه، پیشرفت میکنه. کسی که ناشکری کنه خداوند رو دگام ذلیل پس میکنه. بشک. خب فعلا این سرک در حال بازسازی است. فعلا فکر کنم تنها جوش در حال بازسازی است و دیگه کارا از طرف شو طریق ماشینری پیش میبرن. فکر نکنم مور شما خودتون دیده بتونین زری که 5 بجه دکان رو خلف میکنن. این کار بر شما کدام مزاحمت نمیکنه؟ حالا دیگه از طرف روزی که بازارا بسیار یعنی همین جوی کندن کمی سرک جور بگی بسیار بازارا ضعیف شده. یعنی از سابق که تو وقتی که جور بود سرک بازارا خوب کال کندن کاریش را کم بازار ضعیف شد. خود دیگه به فایده خود ما و شماست که اگر جور هم میکنه فایده خود ماست. یک چند وقت شاید کارهایتون رو مختل کنه ولی در آینده شاید بسیار سهولت‌های زیاد بر شما فراهم کنه. بیشک حالا اینه میگه پس آینده گفتن تا خوب میشه، چون زمستان باد نه بارش نه برف نه ایجاوزن میشد خد میشد لای میشد یکی از راست هم چه تیر شدن نمیتونه و که جور شد دیگه گفتن تا نه جوی زجوی میره گفتن تا پاک صفا منظم میباشه. اولا از امارات اسلامی افغانستان تشکر میکنیم از این پروژه که این کار گرفتن، یک خدمت بزرگ به ما کردیم، چون که این سرک همه ساله اودن میشد بازسازی کردیم، خیلی سهولت است. سرک جور میکنن، ما جان سپاس میکنیم، تشکری میکنیم. فعلا خب با کسب و کارتون کدام ضربه خو نخود زده باشه؟ ضربه نرسونده، خوب است برای ما. قبلا سرک اودن میشد، باران میشد، برف میشد، مردم اذیت میشد، دکاندارا اذیت میشد. حال سهولت است همیشه که درست شود، از این خط گل لای چیزا جلوگیری میشه. یعنی فعلا سرک بند نکرده و همچنان خیلی بیروبار اینجا نساختن و پروژه را بسیار به طور سریع در حدود دم خود به تکمیل رساندن و گفته خودشون کارهای ماشینری از طرف شود اینجا صورت میگیره. درست همونطور است. یک ذره کارشان چون که ازدحام از بیروبار است، اینجا سایه تجارتی است، مردم از کاروبار است، به خاطر از همین کارایش بعدیشان که است انجینر صاحب او از طرف شو میکنین، کارهای عادیشان که مزاحمت برشان نیست خودشان با سرعت جریان داره کارشان. درست است. بسیار زیاد تشکر شما. مزاحم وقت نمیشیم چون مشتری دارین در دکانتان. بخیر باشید. وقت خوش. تشکر.
یک ذره مشکلات قدر است که منطقه یک ذره منطقه بسیار مزدحم کابل است، چون یک بازار تجارتی است. از تمام ولایت ها اینجا مردم برای خرید میآیند. طبعا بیروبار است، یک ذره مزاحمت ایجاد میکنه. بهترش است که یک ذره کار سرعت بدن. حالا ما 5 بجه دیگر بر ما گفته شده که دکان ها بسته شود که یا از طرف شب تا صبح کار میکنن، اما کار میکنن که سرعت نداره کار. حدودا 1 ماه شده، 1 ماه اما قدر شده که این کوچه تخریب شده یک قسمتش دیگه. نال یا به فعلا یا فکر کنم تنها کانالش میزنن که یک جوی سی طرف و طرف شه، یا گفتن که سنگ فرش میشه دیگه. ببینیم که چه قسم فرش میشه، سنگ میگیرن یا قیر میشه و سهولت خو بسیار خوب میشه. کوچه منطقه پاک میشه، رفت آمد راحت میشه برای مردم دیگه. بسیار تاثیرات خود میکنه. خب قسمی که شما در برنامه دیدین دوستای عزیز، این پروژه حدود 1 ماه شده و 9 ماه دیگهش مانده به بودجه حدودا 53 میلیون افغانی در حال بازسازی است. خب واسطه است میرسیم به آخر برنامه، چون همه صحبت ها را کردیم و همه چیزا به شما به تصویر کشیدیم. تا یک گزارش بعدی که ما در خدمت شما قرار میگیرم شما را به الله منان میسپارم. الله نگهدار.